پیش از آغاز کردن درس امروزه لطفاً به کانال ابونه شوید و نوار لایک کنید. برای بهتر کردن صفت درس‌ها فکرهای خود را در شرح نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید. چون هر وقت درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. African proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: اگر زود رفتنی باشد تنها روید، اگر دور رفتنی باشد یک جایه روید. مقال افریقایی. New words کلمه های نو: alone تنها، together یک جایه، fast زود، slow آهسته، want خواستن، go رفتن، bed رخت خواب، movie فیلم، bicycle دوچرخه، outside بیرون، window تیره‌زه، door در، what چی، who کی، where کجا و یا در کجا، why چرا، which کدام، how چه خیل، because چونکه. اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن سطح درس‌ها فکرهای خود را در شرح نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و زبان انگلیسی را آسان برایتان آموزید.